در این امر مقدس خدا با ماست، مردم با ماست، تاریخ با ماست. ما با غیرت و شهامت افغانی اعلام می‌داریم که آینده از آن ماست، آینده از آن مردم افغانستان است، نه از آنانی که جنگ را به خاطر بیگانگان شعار می‌دهند. در سال 1989 جنگ جلال آباد بین نیروهای حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت و نیروهای مجاهدین به وقوع پیوست. در تاریخ معاصر افغانستان جنگ جلال آباد یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین نبردهایی است که سرنوشت سیاسی کشور را برای سالها تغییر داد. این جنگ در بهار سال 1989 میلادی درست پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان آغاز شد. بسیاری بر این باور بودند که حکومت دکتر نجیب الله بدون حمایت مستقیم ارتش سرخ توان ایستادگی نخواهد داشت. از همین رو گروه‌های مجاهدین با پشتیبانی گسترده پاکستان و برخی قدرت‌های منطقه‌ای تصمیم گرفتند تا نخستین حمله بزرگ خود را به سوی شهر استراتژیک جلال آباد سازماندهی کنند. جلال آباد تنها یک شهر عادی نبود. موقعیت جغرافیایی آن به عنوان دروازه شرقی افغانستان و نقطه وصل میان کابل و مرز پاکستان اهمیت ویژه‌ای داشت. نقشه طراحان حمله این بود که با سقوط سریع جلال آباد حکومت مجاهدین به طور رسمی اعلام گردد و دولت کابل به سرعت فرو بپاشد. اما روند جنگ خلاف پیشبینی ها پیش رفت. نیروهای دولتی که به خوبی از طرح حمله با خبر شده بودند آمادگی گسترده نظامی گرفته بودند. توپخانه سنگین، بمباران هوایی و دفاع سازمان یافته سبب شد تا مجاهدین در همان روزهای نخست با مقاومت شدید روبرو شوند. آنچه قرار بود یک عملیات چند روزه باشد به نبرد چند ماهه و خونین تبدیل شد. در جریان این جنگ هزاران تن از نیروهای دو طرف و همچنین شمار زیادی از غیر نظامیان جان خود را از دست دادند. شدت درگیری ها به حدی بود که بسیاری از تحلیلگران بین المللی جنگ جلال آباد را یکی از خونبارترین نبردهای پس از خروج شوروی از افغانستان توصیف کردند. خطاب بکنن که با وطن عشق بورزین و وطن را دوست داشته باشین. بگذارین رفقای گرامی به هموطنان خویش این اطمینان را بدهیم که دوست داریم این وطن را. ظلمت شبهای او را دوست داریم، این وطن را، ظلمت شبهای او را. در نبرد زندگانی جاده غمهای او را، خلق بی همتای او را، در افقهای زمان استاره فردای او را، رزم او را، فتح او را، آینده زیبای او را. پیامد این جنگ فراتر از مرزهای جلال آباد بود. شکست مجاهدین در تصرف شهر یک ضربه روحی و سیاسی بزرگ برای آنها به شمار می رفت. زیرا برای نخستین بار نشان داده شد که حکومت کابل برخلاف انتظار بسیاری توانایی مقاومت و بقا را دارد. سوی دیگر پیروزی برای دکتر نجیب الله فرصت فراهم کرد تا جایگاه خود را تقویت کرده و نشان دهد که دولت افغانستان بدون شوروی نیز میتواند بر پای خود بایستد. با این حال این جنگ پیام دیگری نیز داشت. جنگ جلال آباد نشان داد که بحران افغانستان هنوز راه طولانی در پیش دارد. اگرچه حکومت کابل توانست در این نبرد دوام بیاورد اما آینده کشور همچنان در سایه جنگ‌های داخلی باقی ماند و باور بسیاری از پژوهشگران جنگ جلال آباد یک نقطه عطف بود، نقطه‌ای که در آن مشخص شد افغانستان به سوی دوره جدید از درگیری‌های داخلی حرکت می‌کند. سالهای پس از این نبرد نشان داد که هرچند جلال آباد سقوط نکرد اما بهای آن ادامه جنگی بود که تا سالها بعد کشور را درگیر خود نگه داشت. جنگ شهر جلال آباد نبردی که نه تنها سرنوشت یک شهر بلکه مسیر آینده افغانستان را نیز تغییر داد.